مرتبه از آن بلند است. بنابراین حضرت عمر گفتن که لولا الامامة لاذنت، اگر من امام نمیشدم اذان میگفتم. یعنی اگر امام نمیشدم، حضرت عمر امام بودن، اگر امام نمیشدم مؤذن میشدم. گفتن مرتبه مؤذن بعد امام میایستد. لیکن این مرتبه به همه نمیرسد. نمیشود که همین 1000 آدم همه اذان گوید. اونها هم میخواهند ثواب عظیم گیرند. پس شریعت الله تعالی فضل عظیم دارد. برای دیگرها هم همین فضیلت داد. گفت که فقولوا مثل ما یقول المؤذن. مؤذن چیزی که گفت شما هم تکرار کنید، یعنی ثواب از آن میگیرید. الله اکبر که گفت، شما هم بعد اینکه ری را تلفظ کرده شد الله اکبر گوید. وقتی که مؤذن الله اکبر گفت بار دوم، شما هم بعد گفته شدنش الله اکبر گوید. اشهد ان لا اله الا الله، شما هم آهسته میگوید که اشهد ان لا اله الا الله. فقط در مسئله حی علی الصلاة حی علی الفلاح، شما به جای اینکه حی علی الصلاة حی علی الفلاح گویید لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله میگوید 4 مرتبه. برای چی؟ برای اینکه او میگوید که بیا به نماز، بیا به نجات از آتش دوزخ. شما در جواب وی اگر عینا خودش با این تکرار کنید، معناش این خواهد بیا به نماز. مؤذن شما رو از مسجد ایستاده بیا به نماز میگوید، شما از خانه ایستاده بیا به نماز میگوید. و بیا به نجات گفت بیا به نجات، طوری نمیگیرد. وقتی که بیا به نماز گفت، شما میگوید لا حول ولا قوة الا بالله، من حول و قوت ندارم برای اجرای یک عمل صالح مگر با یاری الله. حول ندارم، از گناه خودداری کرده نمیتونم. برای اجرای یک عمل قوت ندارم مگرم با یاری الله. از حول و قوت خود براءت اعلام میکنید. من هیچ کسی نیستم. لا حول ولا قوة الا بالله میگوید. یعنی یه آدمی که به نماز جماعت میگوید کبر و غرور نکند که من به نماز جماعت آمدم، این فلانی ها نآمد. در داخل نماز از قلبش میگذاره، نماز میخونه، آدمای نگاه میکنند که فلانی ها حاضر شد یا نه، حاضر نشد، این من آمدم اونا نآمدن. این علاکه گناه هست، عجب، کبر. خلاصه لا حول ولا قوة الا بالله میگوید. من برای رفتن به نماز قوت ندارم مگرم با یاری الله. اگر رفتم، الله برای من قوت داد که من آمدم، نه اینکه این از ایمانی به قوت من و زوریگری من، بلکه الله برای من توفیق داد، آسان کرد. اگر آسان نکنه یا میخیزید که نمازتون قضا است. هیچگاه به حول و قوت خود تکیه نکنید، بلکه همیشه حول و قوت را از خود دور کنید. لا حول ولا قوة الا بالله گوید. این چونین الصلاة خیر من النوم، وقتی که در نماز بامداد مؤذن اگر الصلاة خیر من النوم گوید، ما هم مثل مؤذن میگوییم، چون که عمومی قول پیامبر صلی الله علیه و سلم این است که فقولوا مثل ما یقول. شما هر چیزی که مؤذن گفت همون گویید. فقط در مسئله حی علی الصلاة حی علی الفلاح گفتن که پیامبر صلی الله علیه و سلم لا حول ولا قوة الا بالله گفتن، ما اینو میگوییم. اما در مسئله الصلاة خیر من النوم، بعضی علما میگن که ما باید الصلاة خیر من النوم گوید صدقت و بررت یا بریرت گوییم. این نادرست است. برای چی؟ برای اینکه این گفت پیامبر صلی الله علیه و سلم برای بلال گفتن، نه این ما امر نکردن که ما هم میخل گوییم. ما رو امر کردن که ما مثل مؤذن گوییم، چون که الصلاة خیر من النوم، نماز از خواب بهتر است میگوید. بعد نماز بامداد، بعد اذان بامداد، بعد حی علی الفلاح، ما هم میگیم که درست است، نماز از خواب بهتر است، نماز از خواب بهتر است میگیم. لیکن پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که بار اول بلال این گپ گفت، گفتن که صدقت و بررت یا بریرت، راست گفتی و نیک کردی. راست گفتی که نماز از خواب بهتر است و نیک کردی که همین دو جمله به نمازت علاوه کردی. فجعلها فی اذانک، اینو به اذانت علاوه کن. اصلا وقتی که اذان گفت، بلال حس کرد که پیامبر صلی الله علیه و سلم شاید خواب هستند، بیدار نیستند. بنابراین به نزد خانه‌شان آمده گفت که الصلاة خیر من النوم، الصلاة خیر من النوم، نماز از خواب بهتر است، نماز از خواب بهتر است. گفتن که راست گفتی و نیک کرده که همین گپ گفتی. اجعلها فی اذانک، همین دو جمله هم در اذانت داخل کن. گفتن الکی این شریعت شد. بنابراین به اذان بامداد، بعد حی علی الفلاح
مؤذن الصلاة خیر من النوم میگفت، شنونده هم الصلاة خیر من النوم. کسی که همین ذکرهای رو تکرار میکند برابر مؤذن، این ذکرهای بزرگ است و ثواب مؤذنی رو میگیرد انشاءالله. الله تعالی برای آنهایی که مؤذن نیستند این فضیلت داده است که ذکرها رو به برابر مؤذن تکرار کنید، یعنی بعد مؤذن فقولوا مثل ما یقول، بگویید هر چیزی که مؤذن میگوید و این سنت است. الله تعالی میگه و تبعوه لعلکم تهتدون، شما پیروی به پیامبر صلی الله علیه و سلم کنید تا اینکه هدایت یابید. والله تعالی اعلم.